با مقصد سهم گذاشتن در رشد دیهات و دیگر تدبیرهایی که جهت بهداشت زندگی مردم روانه شده است، از طرف یک گروه صاحبکاران سخاوتپیشه دهه میندانه جماعت دیهاتی یاری جهت تخت و هموار نمودن قطعه راه از دهه روز آبناک تا دهه یاری تدبیرهای مشخص عملی کردیدند. صاحبکاران با تامین مواد سوخت و دستگیری راهبریت مؤسسه دولتی استفاده بری راههای اتومبیلی شهر پنجکین توسط یک تکنیک مقتدر این راه را پورا تخت و هموار نمودند. رئیس کمیته محله دهه میندانه یوسف سفرمراد این تشبس را خیلی نجیبانه ارزیابی کرد. از غمخوری‌های پیشوای ملت، ولایت، ناحیه، جماعت، صاحبکاران محل خیلی منت دارم. من با تشبس آنها که روزهای نزدیک در این راه محلی بین جماعت و دیه ها که کمی ویران شده بود دستگیری کردن. ما با کوشش همین تاجران راه را درست کرده استادیم. احترامانه از بعض رفقانی که در راه ها میمانند جر و جور را ویران میکنن خواهش میکنیم که ما را دستگیری کنند، همین کارها را نکنند. برای آباد شدن همین کشور ما تاجیکستان عزیز ما حصه گذاری کنیم. همه ما کوشش میکنیم که راه ها ما آباد شود، زیبا شود. با همه آنهایی که ما را دستگیری کرده سوام رحمت منتداری بیان میکنم من از نام ساکنان دیها. مورد ذکر است که هستند نفرانی که به این آبادی ها با یک بی‌توجهی مناسبت می نمایند. نوار دیگری ما از موضع دشت یاری برداشته شده است که اینجا از بینظارتی راهبران خواجگی های دهقانی انفرادی، سهمداران و مسئولین آبهای زیادی بالای راه اساسی جاری گردیده آن را پورا خراب و ناهموار کردند. یک چیز ما را به تشویش می آورد، چرا از جانب مقامات دهدار نسبت چنین مسئولین، شهروندان و سهمداران که آب را بر راههای نقلیاتگر جاری میکنند چاره‌های مجازاتی اندیشیده نمی شود. ما امید میکنیم که ساختارهای دهدار نسبت این نوار ما تدبیرهای ضروری می اندیشند و از نتیجه آن با تلویزیون سیمای شهر پنجکین معلومات پیشنهاد خواهند کرد.